سلام و عرض ادب خدمت همگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. هستیم با تدریس جلسه دوم سرولوژی. بنده امین عزیزان هستم، رتبه 2 کل کنکور کارشناسی ارشد 1400 رشته ایمونولوژی. در خدمت شما دوستان هستیم. قبل از آغاز جلسه دوم در پایان تدریس جلسه اول یک سوال مهم راجع به در واقع تست های قربالگری کردیم که اول به این سوال پاسخ بدیم و سپس در واقع به جلسه دو میپردازیم. در انتهای جلسه پیش سوال کردیم که در تست های قربالگری معیار تست شما باید بیشتر حساسیت باشه یا ویژگی. با مثال در واقع پاسخ خواهیم داد. به طور مثال تست های کووید 19 که در بیمارستان ها انجام میشه، هم از PCR، رپید تست خصوصا، اینها در واقع نوع قربالگری هستند یا تست های در واقع تست هایی که تا نوزاد به دنیا میاد انجام میشه، مثل فنیلکتونوریا و غیره. اینها تست های قربالگری هستن. خب ببینید دوستان، طبیعتا اگر فکر کنید در واقع یک فردی به طور مثال وقتی میاد تست کووید میده، میخواد ببینه که آیا بیمار هست یا نه که سریعتر درمان رو آغاز کنه. خب ببینید اینجا بحث بیمار بودن اومده. خب طبیعتا در تست قربالگری ما دنبال افراد بیمار هستیم که در واقع خدا نکرده اگر از جمعیت ما بیماری داشته باشیم سریعتر بهش رسیدگی کنیم. بنابراین با توجه به این جملاتی که گفته شد، طبیعی هست که در تست های قربالگری حساسیت برای ما بسیار مهمتر هست. اما برعکس در تست های تشخیصی و تاییدی ویژگی برای ما مهم هست. به طور مثال روند در واقع تایید HIV میخونیم در قسمت های بعدی سرولوژی. 2 مرحله هست. ابتدا فرد در واقع الایزا انجام میده. اگر مثبت شد هنوز تایید نمی کنیم که فرد HIV داره. برای تایید تست وسترن بلات انجام میشه. در تست وسترن بلات که تست تاییدی هست، ویژگی بسیار مهمه که خدایی نکرده یک فردی که سالم هست رو اشتباهی مثبت کاذب نخونیم، فرد رو بیمار تلقی کنیم، کلی دردسر براش درست کنیم. پس دیدید برای تست تشخیصی تاییدی ویژگی مهمه و برای تست‌های قربالگری حساسیت. خب بریم سراغ در واقع جلسه دوم. واکنش های نوع 2 رو میخوایم توضیح بدیم و گفتیم که در واقع واکنش بین آنتیژن و آنتیبادی 3 نوع هست: 1، 2، 3. این که در واقع 1 خصوصیتش این بود که حساسیت بسیار بالایی داره، با چشم قابل رویت نیست، نیاز به دستگاه داریم. اما در واکنش های نوع 2 با چشم قابل رویت هست، حساسیت پایین‌تری داره. عموما تست‌های روتین آزمایشگاهی واکنش های نوع دوم هستن و واکنش های نوع سوم که گفتیم در داخل بدن انجام میشه، مثل تست مانتو. میپردازیم به همه اینا. خب میخوایم راجع به واکنش های نوع 2 صحبت کنیم. واکنش هایی که با چشم دیده میشند و حساسیت پایین‌تری نسبت به واکنش 1 دارن. و در کل شامل 4 واکنش هست به نام آگلوتیناسیون، هماگلوتیناسیون، پرسیپیتاسیون و فلوکولاسیون که دونه دونه به این در واکنش ها میپردازیم. خب واکنش اول در واقع آگلوتیناسیون هست. میخوایم ببینیم که در واقع چه نوع واکنشی ما بهش میگیم آگلوتیناسیون. ببینید زمانی که آنتیژن ما، میبینید در این کمپلکس ایمنی آنتیژن ما ذره‌ای هست، نسبتاً بزرگ هست و نامحلول خیلی مهمه. این 3 خصوصیت اگه آنتیژن ما داشته باشه، نوع واکنشی که بین آنتیبادی و آنتیژن و کمپلکس ایمنی ایجاد میشه آگلوتیناسیون هست. پس این 3 خصوصیت حواستون باشه. و اما آگلوتیناسیون خودش در واقع به 4 نوع واکنش تقسیم میشه. وقتی یک فردی میگه در واقع اساس این تست در واقع آگلوتیناسیون هست، شما باید بپرسین خب چه نوع آگلوتیناسیونی؟ آیا آگلوتیناسیون مستقیم هست؟ آیا آگلوتیناسیون غیر مستقیم یا آنتیگلوبولین یا کومس هست؟ یا آگلوتیناسیون غیر فعال که نام دیگرشون در واقع لاتکس و پسیو هست؟ و یا ممانعت از آگلوتیناسیون هست؟ کدومه؟ که در واقع تک تک به این 4 نوع واکنش میپردازیم. اول در واقع راجع به آگلوتیناسیون مستقیم ساده ترین نوع آگلوتیناسیون هست. ببینید دوستان، چه زمانی ما میگیم در واقع واکنش ما نوع آگلوتیناسیون مستقیم هست؟ ببینید زمانی که
در واقع واکنش ما فقط 2 جزء داشته باشه، یعنی یک آنتیژن به طور مثال و یک هم در واقع آنتیبادی داشته باشه. این 2 جزء رو که در واقع داشته باشه، واکنش ما از نوع عرضم به خدمتتون آگلوتیناسیون در واقع مستقیم هست. ببینید فقط آنتیژن و آنتیبادی 2 تا پارت داره، هیچ عامل دیگه‌ای داخل نیست، یک آنتیوژن یک آنتیبادی. خب یه سری تست ها داریم بهشون میرسیم، دونه دونه راجبش صحبت میکنیم که اساس این تست آگلوتیناسیون مستقیم هست. بسیار مهمه، باید بلد باشین اساس تست رو. تست رایت، 2ME رایت، ویدار، روزبنگال، این 4 تا تست در واقع اساسشون آگلوتیناسیون مستقیم هستش. خب تست بعدی در واکنش در واقع اساس بعدی آگلوتیناسیون غیر مستقیم یا آنتیگلوبولین یا کومبس هست. چه زمانی ما واکنشمون نام آگلوتیناسیون غیر مستقیم رو میدیم؟ ببینید یک زمانی وجود داره فرد بعضی از آنتیبادی هاش در واقع آنتیبادی های ناقصی هستند، درست؟ به چه صورت؟ به این صورت که در واقع اگر این آنتیبادی فرد باشه، این ناحیه یعنی ناحیه در واقع FSC یک قندی رو ندارن اینها، معمولا قند مانوزن. گفتیم که آنتیبادی ها در واقع جنسشون گلیکوپروتئینیه. در ناحیه در واقع FC اینها قند مانوز رو عموما ندارن و به این آنتیبادی ها ما میگیم بهشون آنتیبادی ناقص یا آنتیبادی در واقع بلوکان بهش میگیم. این آنتیبادی ها خوب چون ناقصن خوب نمیتونن کمپلکس ایجاد کنن و ما رو به گمراه میندازن، نمیتونیم خوب واکنش رو ببینیم و شاید اصلا نبینیم. برای حل این مشکل یک ترکیبی ساخته شد به نام آنتی هیومن گلوبولین یا AHG. 99% در آزمایشگاه ها بدین شکل ویال سبز رنگ هست. شما هر جا ویال سبز رنگ دیدین بدونید 99% آنتی هیومن گلوبولینه. اسمش روشه. چی کار میکنه؟ ببینید این سبز آنتی هیومن گلوبولینن، جنسشون اولا خب آنتیبادی هست، میاد به انتهای آنتیبادی یعنی به ناحیه FC آنتیبادی خودی متصل میشه و مانند یک پل عمل میکنه. میبینید به هم مربوط ساخت و این باعث میشه که کمپلکس ایمنی شما بهتر ایجاد شه و کمپلکس رو شما ببینید. اگر در واقع این آنتی هیومن نباشه میبینید که در واقع کمپلکس ایمنی به خوبی شکل نمیگیره، بنابراین به عنوان یک پل عمل میکنه و باعث میشه کمپلکس ایمنی به خوبی مشاهده شه. که در واقع جلوتر وقتی تست ها رو میخوایم بگیم بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد. یک تستی که در واقع اساسش آگلوتیناسیون غیر مستقیم هست کومبس رایت هست. تست کومبس رایت در واقع جلسه بعدی فکر کنم تست رایت رو خواهیم گفت، همه اینا رو در واقع میگیم. خب در واقع تست بعدی و اساس بعدی آگلوتیناسیون غیر فعال یا لاتکس یا پسیو هست. ببینید یک زمانی وجود داره که آنتیژن ما یکم حالت نامحلول داره و اینکه صرفاً آنتیژن اگه به آنتیبادی متصل شه ما نمیتونیم واکنش رو ببینیم، به خاطر در واقع نوع جنسی که در واقع آنتیژن داره، نوع جنسی که آنتیبادی داره. میان چیکار میکنن؟ میان یک ذره در واقع نامحلول رو اینجا به آنتیبادی یا آنتیژن متصل میکنن. به هر حال مثل لاتکس. ببین این تست CRP رو من مثال زدم اینجا براتون. اومده در واقع یک قطعه لاتکس، حواستون باشه قطعه لاتکس یه بار سوال در واقع PhD بوده، اومدن گفتن قطعه لاتکس جنسش چیه؟ قطعه لاتکس جنسش پلاستیک هست، حواستون باشه. اومدن وصل میکنن به ناحیه FSC آنتیبادی ما و این هم که در واقع پروتئین CRP هست وصل میشه به آنتیبادی و این مجموعه 3 جزئی میشه در واقع اون چیزی که شما میبینید در تست، یک در واقع کمپلکس سفید رنگ ایجاد میشه، آگلوتیناسیون سفید رنگ ایجاد میشه و شما به اون درجه در واقع مثبت 1، مثبت 2، مثبت 3 میدین یا بعضا رقت میگیرین، عدد گزارش میکنین، فرقی نمیکنه. پس دقت کنید اینجا 3 جزء هست، در صورتی که ما گفتیم در آگلوتیناسیون مستقیم 2 جزء فقط وجود داره و در آگلوتیناسیون غیر مستقیم
جزء آنتی هیومن گلوبولین رو داریم، پس شد 3 جزء، و در آگلوتینوسین غیر فعال هم ما 3 جزء داریم، لاتکس رو داریم. میخوام یه مثال دیگه هم بزنم. من این پایین نوشتم اساسایی که در تست کسش آگلوتینوسین غیر مستقیما چیه؟ CRP، RF و گراویندکس مستقیم. گراویندکس تست بارداری خواهیم پرداخت بهش، اما CRP که در واقع دقیقا این اتفاق براش میفته، میخوام ببینیم در واقع RF چی میشه براش. RF در واقع روماتوید فاکتور، شما میدونید که در واقع علیه IgM خودی عموما واکنش نشون میده، یا علیه IgG در واقع یک آنتیبادی هست در بدن ما که در واقع خود واکنشگره. فکر کنید در واقع این آنتیبادی است در واقع که به IgM خودی هست که به در واقع اینا به IgG متصل میشن. در واقع اینجا برخلاف CRP هدف ما آنتیبادی است. حالا تو قسمت RF توضیح میدیم ها. میان چیکار میکنن؟ چون که میگن که فردی که روماتوید در واقع آرتریت داره، این IgM رو بهش میگن روماتوید فاکتور، وصل میشه به در واقع IgG خودی. حالا من که اگه بد میگشم عذرخواهی میکنم، به IgG خودی وصل میشه. خب میان چیکار میکنن؟ تو اون کیت در واقع RF داخلش IgG هست، IgG که حالا قسمت فبش متصل شده به لاتکس، یعنی این قسمتی که من مشکی کردم لاتکسی که متصل شده به IgG، و وقتی IgM میاد وصل میشه یک کمپلکس، میبینید دقیقا یک کمپلکس در واقع ستایی ایجاد شده. این در واقع به صورت یک آگلوتیناسیون سفید برای شما در واقع نمایش داده میشه و شما گزارش میکنید. پس آگلوتیناسیون غیر فعال اساس CRP، RF و گراویندکس مستقیم هست. اما در واقع یک اساس دیگه هم داریم، ممانعت از آگلوتیناسیون هست. اینکه به چه نحوی انجام میشه رو در قسمتی که در واقع میخوایم گراویندکس غیر مستقیم که تستای تشخیص بارداری هست اونجا براتون در واقع طور کامل توضیح میدیم که در واقع منظور از ممانعت از آگلوتیناسیون به چه شکل هست. خب در واقع آگلوتیناسیون ها رو گفتیم، دونه دونه به همه تستا میپردازیم. اما در واقع اساس بعدی که گفتیم هماگلوتیناسیون هست. ببینید در دوستان، هماگلوتیناسیون همون آگلوتیناسیون، فقط آنتیژن در هماگلوتیناسیون چیه؟ اسمش روشه. بله، RBC رو ما داریم دیگه آنتیژن دیگه ای نیست. مثلا تو آگلوتیناسیون ممکن آنتیژن ما CRP باشه، ممکن آنتیژن ما باکتری باشه، ویروس باشه، اما در هماگلوتیناسیون و آنتیژن ما RBC هست. حواستون در واقع باشه. خب هماگلوتیناسیون ها انواع متفاوتی داریم: هماگلوتیناسیون مستقیم، غیر مستقیم، غیر فعال و ممانعت که در واقع توضیح داده شد، دقیقا اساسشون مثل هموناست. و ممانعت از جذب که در واقع اضافه رو داریم، توضیح خواهیم داد. گفتیم همه در واقع اساسا مانند اون اساسات آگلوتیناسیون هست دیگه، توضیح اضافه نداره. فقط یه دونه ممانعت از جذب داریم که در واقع توضیحش رو خواهیم داد، زیاد مهم نیست اساسش. فقط حواستون باشه که تست‌های تشخیصی آنفولانزا و پارانفولانزا اساسش ممانعت از جذب هست. هماگلوتیناسیون مستقیم رو داریم، تست های در واقع ABO تایپینگ، گروه خونی، RH تایپینگ، مونوتست بهش میپردازیم. اینها اساسشون همای مستقیم هست. اما هماگلوتیناسیون غیر فعال یا پسیو اساس تست های روزولر TPHT هست، بهش میپردازیم. ممانعت از هماگلوتیناسیون هم در واقع اساس تست IgM روبلا هست. روبلا سرخچه رو میخوان در واقع تشخیص بدن، IgM میسنجن. حواستون باشه یک نکته. و تست سکرتور و نان سکرتور که در واقع بیشتر در مراکز پزشک قانونی انجام میشه، بهش میپردازیم. اینا تستای در واقع ممانعت از هماگلوتیناسیون هست. و هماگلوتیناسیون غیر مستقیم رو داریم، مانند آگلوتیناسیون غیر مستقیم در واقع نیاز به آنتی هیومن گلوبولین داره. تست DU که همون در واقع جزئی از RH هست. کراس مچ رو داریم، دایرکت کومس و این دایرکت کومس یا کومس مستقیم و غیر مستقیم هم جزو هماگلوتیناسیون غیر مستقیم هست. همه این تست ها رو بهش میپردازیم دونه دونه، ولی در این جلسه شما باید کلیت رو بلد باشید و در واقع بدونید که هر کدوم از تست ها چه نوع
در واقع اساسی دارن که البته با مثال زدن هر کدوم از تستا به صورت تک تک بیشتر در ذهنتون جا میافته. خب هماگلوتیناسیون گفتیم. واکنش بعدی پرسپیتاسیون هست. چه زمانی ما میگیم واکنش معنای پرسپیتاسیون هست؟ دوستان زمانی که آنتیژن ما آنتیژن محلولی باشه. تو آگلوتیناسیون چی گفتیم؟ آنتیژن نامحلوله. هماگلوتیناسیون که خب گلوبول قرمز نامحلوله اونم. اما در پرسپیتاسیون آنتیژن ما محلوله. خب وقتی آنتیژن ما محلول باشه، حالا بخواد کمپلکس ایمنی شکل بگیره، اصلا واکنش ما میشه پرسپیتاسیون یا ایمونودیفیوژن هم بهش میگن. خب پرسپیتاسیون یا ایمونودیفیوژن که در واقع به دو نوع تقسیم میشه، ایمونودیفیوژن فعال و ایمونودیفیوژن غیر فعال. ایمونودیفیوژن فعال و غیر فعال یعنی چی؟ ایمونودیفیوژن فعال یعنی یک عامل خارجی در واقع باعث میشه که تست ما انجام بشه یا کمک کننده این هستش که ما تست رو انجام بدیم. مثلا جریان برق. وقتی جریان برق به عنوان یک عامل کمک کننده برای انجام تست به کار ببریم، میشه ایمونودیفیوژن فعال. این کمک میکنه که خود سریعتر تست انجام شه. به طور مثل در واقع ایمونو الکتروفورز که 2 مرحله‌ای هست، این جزء ایمونودیفیوژن فعاله. حالا ایمونودیفیوژن غیر فعال یعنی هیچ عامل کمک کننده نباشه، ما بذاریم به حال خودش و خودش اون تست در واقع انجام میشه. توضیح خواهیم داد. ایمونودیفیوژن در واقع غیر فعال 2 تا مثال بسیار مهم داره. یک ایمونودیفیوژن 2 بعدی یا اشترلونی یا DID اسمشون رو بلد باشین، و یک ایمونودیفیوژن در واقع مانسینی یا SRID. اینها اسمشون مهمه. این تست رو همه رو بهش میپردازیم. قدم به قدم بریم جلو. شما کلیت باید تو ذهنتون باشه که در واقع تستا رو دونه دونه آغاز کنیم. و اما در واقع واکنش آخر واکنش در واقع فلوکولاسیون هست. زمانی واکنش ما فلوکولاسیونه که آنتیژن ما ذرات کلویدی باشن. میبینید اینا ذرات کلویدی هستند، نه آنتیژن محلولند نه در واقع نامحلولن، یه چیزی بین محلول و نامحلول، بهش میگن ذرات کلویدی. مثل کاردیولیپین قلب گاو. این خیلی مهمه، کاردیولیپین قلب گاو، چون بهش میرسیم به تستا. و تستایی که اساسشون در فلوکولاسیون هست RPR و VDR. این هر دو تست های تشخیص در واقع سفلیس هستند که بهش میپردازیم. خب در واقع جلسه 2 پایان یافت. کلیت رو گفتیم. انشاءالله جلسه بعد تست ها رو در واقع خواهیم خوند دونه دونه. اولین تست هم تست در واقع رایت هست، میپردازیم تا واکنش های 2 تموم شه و بریم سراغ واکنش های 1 و واکنش های نوع 3. فقط در واقع 2 تا نکته مهم هست باید به شما گفته شه که من الان در واقع یادم اومد. در هماگلوتیناسیون که توضیحش رو دادم گفتیم که آنتیژن خونه دیگه، RBCه. یک نکته خیلی مهمی وجود داره و اون هم اینه که در واقع کمپلمان باید غیر فعال شه قبل از اینکه تست ران شه، چون اگه غیر فعال نشه RBC های ما رو لیز میکنه و شما اصلا به هیچ وجه نمیتونید کمپلکس ببینید. حالا چجوری میگن غیر فعال میکنن؟ خیلی با حرارت 56 درجه به عنوان نیم ساعت در 56 درجه کمپلمان و اجزای کمپلمان ما نابود میشه و یا ترکیبات دیگه. این از یک نکته حواستون باشه. نکته بعدی این که در واقع در آگلوتیناسیون ما نیازی به غیر فعال کردن کمپلمان نداریم، چون آنتیژن ما اصلا مهم نیست که کمپلمان در معرضش باشه یا نه، خون نیستش. و در آگلوتیناسیون هم عموما آنتیژن ما باکتریایی هست، در صورتی که ویروسی اینا هم داریم، ولی 80% آنتیژن ما باکتریایی هست. با پایان جلسه رو اعلام میکنم. هر سوالی داشتین در خدمت هم. این جلسه هم در واقع به صورت رایگان برای بچه‌ها قرار داده خواهد شد. اما جلسات بعدی اگر مایلید در واقع در کلاس شرکت کنید به بنده پیام بدید. در خصوص در واقع قیمت کلاس بدون تعارف عرض میکنم، هدف یادگیری دوستان است. هر دوست و عزیزی به هر دلیلی در واقع نمیتونه پرداخت کنه در واقع قیمت کلاس رو، واقعا مشکلی نیست. هدف در واقع
یادگیری شماست و بنده خوشحال میشم که در واقع بتونم کمکی کرده باشم. خسته نباشید دوستان، موفق باشید.